بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و زمین است برای الله تسبیح میگویند و او پیروزمند حکیم است. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر چیز داناست. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد. آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند. و هر کجا باشید او با شماست و الله به آنچه می کنید بیناست. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به الله باز می گردد. یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می کند و او به آنچه در سینه هاست داناست. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین قرار داده انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آوردند و در راه الله انفاق کردند پاداش بزرگی در پیش دارند. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. چرا به الله ایمان نمی آورید حالان که پیامبر شما را به راه ایمان به پروردگارتان فرا می خواند و اگر باور دارید الله از شما پیمان گرفته است. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اوست که آیات روشن بر بنده‌اش نازل می کند تا شما را از تاریکی های کفر و شرک به سوی نور ایمان خارج سازد و یقینا الله نسبت به شما دلسوز و مهربان است.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. چرا در راه الله انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین از آن الله است؟ کسانی که قبل از پیروزی مکه انفاق کردند و جنگیدند با دیگران برابر نیستند. درجه آنان والاتر از کسانی است که پس از آن پیروزی انفاق کردند و جنگیدند. ولی الله به همه وعده نیکوترین پاداش را داده است و الله به آنچه می کنید آگاه است. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. کیست که به الله قرضی نیکو دهد تا برای او چند برابرش سازد و پاداشی فاخر داشته باشد؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم. روزی که مردان و زنان مؤمن را میبینی که نورشان در مقابلشان و به نشان فرخندگی از جانب راستشان شتابان است و به آنان خطاب می شود امروز بشارت باغ‌هایی از بهشت بر شما باد که جویبارها از زیر درختان آن جاری است و جاودانه در آن به سر خواهید برد. این است همان کامیابی بزرگ. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان میگویند به ما نظری بیفکنید تا از نورتان روشنی بگیریم، به آنان گفته می شود به دنیا بازگردید و کسب نور کنید. آنگاه میانشان حصاری حائل می گردد که دری دارد، درون آن که به طرف مؤمنان است رو به رحمت است و برونش که به سمت منافقان است رو به عذاب است. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. منافقان به آنان میگویند مگر نه اینکه در دنیا همراه شما بودیم؟
آنان پاسخ می‌دهند بله، ولی شما خود را به فتنه انداختید و با تردید چشم به راه ماندید و آرزوها فریبتان داد تا فرمان مرگ از جانب الله فرا رسید، در حالی که شیطان شما را در برابر الله گستاخ کرده بود. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. امروز نه از شما منافقان غرامت میپذیرند و نه از کافران. جایگاهتان آتش است که به راستی شایسته شماست و چه بد سرانجامی است. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا هنگام آن فرا نرسیده است که دلهای مؤمنان به یاد الله و کلام حقی که نازل شده است فروتن شود و همچون کسانی نباشند که از قبل اهل کتاب بودند و چون زمانی طولانی بر آنان گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنان منحرف شدند؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آگاه باشید که الله زمین را پس از خزان و خشکیش بارور می کند. مسلماً ما نشانه های توان و تدبیر خود را برای شما روشن کرده ایم. باشد که خرد ورزی کنید. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بیگمان مردان و زنانی که انفاق می کنند و به الله قرضی نیکو می دهند برایشان چند برابر خواهد شد و پاداشی فاخر خواهند داشت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. کسانی که به الله و پیامبرش ایمان آوردند نزد پروردگارشان مقام صدیقین و گواهان را دارند. پاداش و نورشان محفوظ است. و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند دوزخی اند. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آگاه باشید که زندگی دنیا بازیچه و سرگرمی و زیور است و فخر فروشی در برابر یکدیگر و افزون طلبی در اموال و فرزندان. زندگی دنیا در مثل همچون بارانی است که رستنیش کشاورزان را به شگفت آورد، سپس پژمرده شود و میبینی که زرد شده است، آنگاه خاشاک میگردد و در آخرت نصیب گروهی عذاب شدید است و گروهی دیگر نصیبشان آمرزش و خوشنودی الهی است. در هر حال زندگی دنیا جز لذت و برخورداری فریبنده نیست. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و آن بهشتی سبقت جویید که پهنه آن همچون پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده است. این فضل الهی است، آن را به هر که بخواهد و شایسته بداند عطا می کند و الله فضل و بخشش بی حد دارد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیچ آسیبی در زمین و یا در وجود شما روی نخواهد داد مگر آنکه پیش از ایجادش در دفتر علم ما رقم خورده است. به راستی که این کار بر الله آسان است. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. این نکته را تذکر دادیم تا بر آنچه از دستتان رفته است افسوس نخورید و بدان چه به شما داده است سرمست مشوید که الله هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید. همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرا می‌خوانند و هر که از انفاق روی برتابد بداند که الله بی نیاز ستوده است. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما پیامبران خیش را با نشانه‌های روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند
و آهن و سایر فلزات را پدید آوردیم که در آن هم سختی شدید وجود دارد و هم منافعی برای مردم. چنین کردیم تا الله کسانی را که او و پیامبرانش را بی هیچ تظاهری یاری می کنند بشناسد. بی تردید الله نیرومند شکست ناپذیر است. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ما نوح و ابراهیم را به رسالت فرستادیم و در میان فرزندانشان موهبت پیامبری و کتاب مقرر داشتیم. برخی از آنان راه یافتند و بسیاری از آنان منحرف شدند. ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سپس به دنبال آنان پیامبران دیگرمان را مبعوث کردیم و سپس عیسی پسر مریم را فرستادیم و انجیل را به او عطا نمودیم و در دل پیروانش رأفت و مهربانی نهادیم. ولی ترک دنیا را که بدعت نهادند و ما بر آنان مقرر نداشته بودیم، هدفشان تنها طلب خوشنودی الهی بود. اما آنگونه که شایسته آن بود رعایتش نکردند. آنگاه پاداش مؤمنانشان را عطا کردیم، ولی بسیاری از آنان منحرف بودند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای مؤمنان، از الله پروا کنید و به پیامبرش خالصانه ایمان بیاورید تا الله رحمت خیش را 2 بار بر شما ارزانی دارد و برایتان نوری پدید آورد که در پرتوی آن گام بردارید و شما را ببخشاید. به راستی که الله آمرزنده مهربان است. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. این را بیان کردیم تا اهل کتاب بدانند که به فضل و بخشش الهی دسترسی ندارند و نمیتوانند آن را به کسی اختصاص دهند یا از کسی باز دارند و اینکه آگاه باشند که تمامی برتری به دست الله است و به هر که بخواهد و شایسته بداند عطا می کند. بیگمان الله فضل و بخشش بی حد دارد.